داستان امروز ما سفارش اسنپ در جاده خارج شهر. مسافر عجیب ناپدید شدن. آخرین مقصد. فصل 1. درخواست سفر. ساعت نزدیک 3 نصف شب. شهر تقریبا ساکت بود. نور چراغ‌های زرد خیابان روی آسفالت خیس باران افتاده بود. هوا بوی خاک سرد میداد. امیر که راننده اسنپ بود تازه تصمیم گرفته بود شیفتشو تموم کنه و بره خونه. خسته بود و پلکاش سنگین شده بودن. گوشی رو گرفت که برنامه رو خاموش کنه که یک دفعه درخواست سفر اومد. مبدأ انتهای بلوار جنگلی نزدیک جاده امامزاده. مقصد یک روستا که اسمش حتی آشنا هم نبود. قیمت زیاد. بیش از تر از حد معمول. امیر دودل شد. همه میدونستن اون منطقه نصف شب خلوت و ترسناکه، ولی قیمت وسوسه انگیز بود. میرم، فقط این یکی رو میرم، بعدش خونه. چراغ ماشین رو روشن کرد و راه افتاد طرف مبدأ. فصل 2. مسافر. جاده جنگلی تاریک بود. فقط نور چراغ‌های ماشین بود که روبرو نشون میداد. درخت‌ها مثل سایه‌های بلند بالای راه خم شده بودند. وقتی رسید به لوکیشن هیچ کس نبود. فقط یه ایستگاه کوچیک اتوبوس کهنه، شیشه‌هاش شکسته. روی نیمکت خالی آب باران جمع شده بود. امیر با خودش گفت شاید مسافر دیر کرده. گوشیشو برداشت که تماس بگیره. همون لحظه در بغل ماشین خودش آروم باز شد. یه مرد نشست صندلی عقب. لباس تیره، کلاه پایین، صورت دیده نمیشد. صداش آهسته بود. حرکت کن. دیرم شده. امیر چیزی نگفت. فقط راه افتاد، ولی حس عجیبی داشت. نه سلام، نه خسته نباشی، نه حرف، فقط سکوت. فصل 3. جاده خاموش. جاده هرچی جلوتر میرفت تاریک‌تر میشد. هیچ خانه‌ای، هیچ چراغی، فقط سایه درخت‌ها. امیر خواست فضا رو کمی عادی کنه. هوا خیلی سرده امشب. کاری داشتین این موقع؟ مرد جواب نداد. فقط سرشو خیلی آروم آورد جلو. انگار داشت جاده رو نگاه میکرد. نفسش هیچ بخاری روی شیشه نمینداخت. این یعنی روح یه انسان بود. انگار نفس نمیکشید. امیر یخ کرد ولی هنوز چیزی نگفت. فصل 4. درخواست غیرعادی. مسافر بالاخره حرف زد. آرام ولی سرد. انگار از ته چاه. وقتی رسیدیم شما منتظر میمونی. تنها بر نمیگردی. امیر خوش شد. چرا؟ مقصد کجاست؟ مرد جاده رو ادامه بده تا وقتی گفتم. امیر برگشت تو آینه نگاش کنه، ولی صندلی عقب خالی بود. امیر وحشت زده ترمز زد. ماشین تو جاده لیز خورد و توقف کرد. نفسش برید. صندلی عقب یک سایه تیره نشست. فقط دیده نمیشد مگر وقتی حرکت میکرد. صدا دوباره آمد. حرکت کن. فصل 4. مقصد. مرد گفت اینجاست. کنار جاده یک سردر قدیمی گلی بود که وارد یک زمین خاکی میشد. هیچ چراغی نبود. مرد پیاده شد. امیر ترسیده بود ولی یاد حرفش افتاد. منتظر میمونی. مرد رفت سمت تاریکی و ناپدید شد. دقیقاً 3 دقیقه گذشت. 4 دقیقه. 5 دقیقه. بعد از 10 دقیقه صداهایی از داخل تاریکی شنید. نه صدای آدم،
نه صدای حیوان. یک چیزی بین گریه و خنده. امیر دستش میلرزید. میخواست گاز بده و بره. گوشی رو برداشت که لوکیشن رو ببینه. برنامه اسنپ بسته شده بود. سفر لغو شده بود. انگار اصلاً هیچ سفری از اول وجود نداشت. ناگهان کسی آرام در عقب ماشین نشست. خیلی آرام. همان صدای سر. گفتم که با هم برمیگردیم. فصل 6 بازگشت. امیر جرأت نداشت نگاه کنه. فقط رانندگی کرد. ولی مسیر برگشت با مسیر رفت فرق داشت. جاده پیش در پیش شده بود. درختها شکل‌های عجیب، هوا سنگین و هر از گاهی در آینه چشم‌های سفیدی که به او نگاه میکرد. مرد آرام گفت من سالها پیش همین مسیر رو با یک راننده رفتم. اون هیچ وقت به شهر نرسید. امیر گریهش گرفته بود. تو چی هستی؟ سکوت. بعد صدای خیلی آهسته. مسافر آخر شب همیشه برمیگرده. ولی راننده نه. ماشین صبح زود کنار جاده پیدا شد. درها باز، چراغ‌ها روشن، اما هیچ کس داخلش نبود. فقط یک رسید سفر روی صندلی. اسم مسافر نوشته شده بود. برگشت ناپذیر. فصل 5. صداهایی که بر نمیگردن. صبح روز بعد ساعت 6:40 یک راننده کامیون که از کنار جاده کوهستانی رد میشد چشمش افتاد به یک پراید سفید که کنار خاک ریز ایستاده بود. تمام چراغ‌ها هنوز روشن، درها باز، اما هیچ کس داخلش نبود. راننده ترمز زد. آمد نزدیک. روی شیشه بخار گرفته عقب با انگشت نوشته شده بود من تنها نبودم. راننده لرزید. سریع زنگ زد 110. ورود پلیس. سرگرد فلاح و کارگاه نیما رسیدند. هر دو سالها پرونده‌های گم شده دیده بودند، ولی این یکی فرق داشت. صندلی‌های جلو خشک، اما صندلی عقب خیس بود. انگار کسی با لباس بارونی تازه نشسته بود. هیچ اثر انگشتی، هیچ ردیابی جز رسید سفر. روی رسید نوشته شده بود مسافر برگشت ناپذیر. ساعت درخواست 3:12. مقصد نامشخص. وضعیت سفر لغو شده. کارآگاه نیما آهسته گفت این اسم یعنی چی؟ کی همچین اسم کاربری میذاره؟ سرگرد فلاح این اسم نیست. این پیامیه. خانه امیر. پلیس به خانه امیر رفت. مادرش وحشت زده از شب قبل خبری از او نبود. در اتاق امیر روی دیوار کنار آینه یک نقاشی نصب بود. تصویر جاده‌ای تاریک که به یک در گلی ختم میشد. همون جایی که امیر رفته بود. مادر با دست لرزان گفت این نقاشی رو 1 ماه که میکشه. گفت تو خواب میبینه. کارآگاه نیما نگاهش خوش شد. امیر قبل از اتفاق مکان رو دیده بود. صدای داخل ضبط ماشین. پلیس ماشین امیر رو برد داخل پارکینگ اداره آگاهی. یک افسر ضبط ماشین رو روشن کرد تا ببینه ضبط چیزی پخش کرده یا نه. ضبط خودکار آخرین صدای ضبط شده را پلی کرد. اولش صدای نفس‌های امیر بود. سنگین، وحشت زده، با صدای مرد، با همون صدای سر. گفتم که راننده ها همیشه تنها نمیروند. صدای امیر. تو کی هستی؟ چی از من میخوای؟ سکوت.
بعد صدای راه رفتن روی برگ‌های خیس، صدای چیزی که نزدیک شیشه میشد. بعد صدای یک نفس خیلی نزدیک به میکروفون. مسافر آخر شب همیشه برمیگردد، اما راننده جای او را میگیره. بعد ضبط قطع شد. همه سالن ساکت. هیچکس تکون نخورد. تحقیق درباره مسافر. سرگرد سمت واحد فناوری رفت و گفت آیپی و اطلاعات حساب مسافر رو پیدا کنید. اما نتیجه مثل یک CD بود. این حساب 8 سال پیش غیر فعال شده و دلیل غیر فعال شدن راننده‌ای به اسم حمید کاویان در یک سفر شبانه ناپدید شده. همان منطقه، همان مسیر، همان ساعت و آخرین مسافری که سوار شده بود. کاربر برگشت ناپذیر. کاراگاه نیما زیر لب گفت این نفر نیست. این یک مسیر لعنتیه. سر نخ در جنگل. پلیس همراه خانواده و چند نفر جستجوگر راه افتادن سمت همان منطقه. هوا ابری بود. باد سرد، درختان مثل تماشاچی‌های خاموش. وقتی رسیدن به سردر قدیمی گلی، خاک زیر پاشون نرم بود، مثل اینکه تازه چیزی کشیده شده باشد. کارآگاه نیما جلو رفت. با دست چراغ قوه انداخت داخل تاریکی. اونجا بین درختها یک ماشین قدیمی پژو زنگ زده نیمه دفع شده پیدا بود. شماره پلاک هنوز خانه بود. حمید کاویان، راننده‌ای که 8 سال قبل ناپدید شده بود. سرگرد نفسش بند آمد. پس امیر هم همینجاست. یک سایه پشت درخت حرکت کرد. نه انسانوار نه حیوانوار. چیزی کشیده بلند و خیلی آرام. مادر امیر فریاد زد. امیر! صدای از عمق تاریکی برگشت، اما نه صدای انسان، نه صدای حیوان، بلکه صدای امیر بود، ولی انگار از زیر خاک می آمد. مامان برگرد، دیر شده. من برگشتم ولی خودم نیستم. مادر زانو زد، گریه کرد. کاراگاه اسلحه‌اش رو بالا برد، ولی سرگرد آروم گفت نه، این امیر نیست.